به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا، کاربردی و بسیار خوشمزه شروع میکنم. این کتاب خیلی جالبه و قطعاً این وایس خیلی طولانی نخواهد شد، به دلیل اینکه 99% این کتاب عکسه و نمیشه که همه کتاب و همه عکس ها رو گذاشت. من فقط این کتاب رو به شما معرفی میکنم. اگر دوست دارید که کاربردهای ژنتیکی آنچه که خدا برای شما آفریده در کف دستانتون رو متوجه بشید، میتونید این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید و حالش رو ببرید و خیلی خیلی هم کیف کنید. دستتو بده به من، فالتو بگیرم. با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو کشفش کنید. آموزش کفبینی برای مبتدیان. آینده خود را از طریق کف دستتان پیدا کنید. نویسنده ریچارد وبستر و ترجمه تبت بوک هستش این کتاب که بسیار کتابای علوم غریبه و متافیزیک رو ترجمه میکنه و بسیار هم زیبا ترجمه میکنه. لطفاً با من همراه باشید تا چند صفحه کوتاه رو برای شما بخونم و بقیه رو به خودتون واگذار کنم که اگر دوست داشتین حتما این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. اول دفتر به نام ایزد دانا. ما با توکل بر خدا زندگی می کنیم و هر کسی که به امید یاری خدا زندگی می کند از سختی‌ها و مشکلات نمی ترسد و در راه زندگانی دلیرانه پیش می رود. ولی از مشکلات نترسیدن دلیل آن نمی شود که ما شرط عقل و دوراندیشی و احتیاط را از کف بنهیم و هیچ توشه ای از تجربه های بشری برای راه زندگی خود بر نداریم. انسان باید برای کامیابی در زندگی بسیار چیزها بیاموزد. فن کفشناسی به سهم خود اگرچه ناچیز به ما چیزهایی می‌آموزد و هشدارهایی می‌دهد. توجه به این آموزش‌ها و هشدارها گاهی می‌تواند گرهی از مشکلی بگشاید و سنگی را از سر راه زندگی ما کنار بزند. ادعا نمی‌کنیم که کفشناسی یک علم یا دانش است، بلکه کفشناسی حاصل بخشی از جستجوها و تجربه‌های زندگانی انسان است که از زمانهای باستان تا کنون ادامه داشته و گاه خدمت‌هایی به افراد گوناگون کرده است. بر دست‌ها نوشته شده خوب و زشت ما، چون دست‌هاست آینه سرنوشت ما. بالزاک، داستان نویس بزرگ و واقعه‌گرای فرانسوی، در نامه به یکی از پیروانش گفته است: اگر خداوند به بعضی از اشخاص موهبت قیافه شناسی داده تا از روی آن به صفات افراد پی ببرند، چرا نباید دست را کامل کننده فن قیافه شناسی بدانیم؟ زیرا دست نماینده کار و عمل انسان هاست و این کار و عمل مستقیما بر روی خطا و شکل و حالت دست اثر می‌گذارد. بسیارند کسانی که هنوز با بالزاک و نظر او مخالفند و میگویند که خطا و شکل و حالت دست‌های انسان هیچ معنایی ندارد و رساننده هیچ چیز نیست. در سال 1933 میلادی سرشناس اروپایی ژوزف رونالد خطها و نقش‌های کف دست آدولف هیتلر را بررسی کرد و با دیدن یک ستاره در زیر انگشت نشانه هیتلر نظر داد که آینده شوم و بدی در انتظار هیتلر است. ژوزف رونالد به هیتلر هشدار داد که بهتر است از قدرت کناره‌گیری کند و راه دیگری برای زندگی خود برگزیند تا دچار آینده شوم و تلخ نشود. ولی آدولف هیتلر که در آن زمان صدر اعظم آلمان و در اوج قدرت بود، به این نظر کفشناس و سرشناس پوزخند زد و در سال 1939 برای دست یافتن بر همه جهان جنگی خونین و مصیبت‌بار را بر دنیا تحمیل کرد که 6 سال طول کشید
و میلیون‌ها انسان را نابود کرد و سرانجام در این جنگ هیتلر و یارانش چنان شکست خوردند که ناچار دست به خودکشی زدند. اگر هیتلر در سال 1933 به هشدار کفشناس نامبرده توجه کرده بود و صدای زنگ خطر را شنیده بود، شاید با احتیاط و دوراندیشی در این باره دچار آن آینده شوم و ناگوار نمی‌شد. از سده 18 میلادی که ادوارد هانری، چهره برجسته پلیس جنایی انگلستان، پی برد که هر فرد انسانی دارای نقش انگشت ویژه خود است و خط و نقش انگشت‌های انسان‌ها با هم فرق دارد، از آن زمان به بعد هر روز بر اهمیت خطها و نقش‌های دست و انگشت انسان افزوده شده است. عمل انگشت‌نگاری از همان زمان پیدا شد. یعنی اگر شخصی جنایتی انجام میداد، از روی اثر انگشت او بر روی ابزار جرم می توانستند او را مشخص و دستگیر کنند. امروزه انگشت‌نگاری در کارهای اداری و جنایی و قضایی کاربرد گسترده‌ای یافته است. آری، دیگر دیر زمانی است که ثابت شده خطوط و نقش‌های انگشت و دست‌های انسان چندان هم بی‌معنا نیست و شک نیست که می‌توان از روی این خطها و نقش‌ها به بسی چیزها و رازها پی برد. بیش از این، به خاطر رفتار و گفتار گروهی شیاد در لباس کفبین و رمال و طالبین، فن کفشناسی ارزش و اعتبار خود را از دست داده و مورد بدبینی مردم شده بود. این شیادان از بیسوادی عوام و توده مردم سودجویی کرده و کیسه حرص و آز خود را پر می‌کردند. آنان بدون بهره‌وری از فن کفشناسی و رموز دقیق آن، با دیدن خطهای کف دست یک فرد بیسواد با ژست و اداهای گولزننده درباره طالع آینده او مزخرفاتی را به هم می‌بافتند و تحویل آن فرد بیسواد می‌دادند که گاهی همین گفته‌های یاوه باعث از هم پاشیده شدن زندگی آن فرد می‌شد و خانمانش به باد می‌رفت. برای نمونه، کفبین شیاد به زنی می‌گفت که شوهرت می‌خواهد که زنی تازه بگیرد و بر سر تو حبو بیاورد. آنگاه زن بیچاره چنان آشفته می‌شد که خود به خود با شوهرش بنای بگو مگو را می‌گذاشت و آنچنان مزاحم شوهر می‌شد که زندگیشان به جهنم تبدیل می‌شد و سرانجام شوهر را وامی داشت که زن را طلاق بدهد و پس از مدتی زن تازه بگیرد. آنگاه رمال شیاد به آن زن شوهر از دست داده می‌گفت: دیدی گفتم که شوهرت می‌خواهد زن دوم بگیرد؟ یا نمونه دیگر، کفبین یاوه‌گو به فلان زن می‌گفت: از خطهای کف دستت پیداست که فلان همسایه دشمن توست و دارد برای ضربه زدن به تو پنهانی برایت دوز و کلک می‌چیند. حالا خر بیاور و معرکه بار کن، چه دشمنی‌ها و پیامدهای ناگوار که به دنبال این طالبینی میان همسایه‌ها پیش نمی‌آمد. امروزه میان فن کفشناسی و کاسبی شیادانه کفبینی و رمالی و طالبینی از زمین تا آسمان فاصله است. استاد کفشناس بر پایه داده‌ها و مطالبی که جنبه تجربی و آزمایشگاهی دارد، حقایقی را درباره یک شخص به دست می‌آورد و آن را بدون آزمندی و فتنه انگیزی به آن شخص می‌گوید. برای نمونه، استاد کفشناس به شخص مراجعه کننده می‌گوید که تپه جاه طلبی در کف دست شما بسیار برجسته است. شما خواهان مقام و رتبه بالا هستید و در راه آن تلاش می‌کنید. ولی از من به شما سفارش که نسنجیده دست به کاری نزنید تا با دوراندیشی و ملایمت پیش بروید تا انشاءالله به مقام بالاتر که شایسته شماست برسید. نمونه دیگر، استاد کفشناس به شخص مراجعه کننده میگوید که از خطهای کف دست شما پیداست که شخصی عصبی و آتشی مزاج هستید. باید سخت مواظب خشم و احساسات تند خود باشید، زیرا این خطر هست که خدای ناکرده در آینده در یکی از لحظه‌های عصبی شدن کاری دست خودتان یا کسی دیگر بدهید.
پس به جا و لازم است که خویشتن‌دار باشید و در مواقع عصبانیت مواظب رفتار خود باشید. نمونه دیگر، استاد کفشناس به مراجعه کننده خود میگوید خط ازدواج بر روی تپه فرزندآوری نشان می‌دهد که شما استعداد بسیاری در آوردن فرزند دارید. اگر خواهان فرزند زیاد نیستید و طرفدار برنامه تنظیم خانواده هستید، بهتر است که با استفاده از وسایل پیشگیری از داشتن فرزند زیاد پرهیز کنید. اما استاد کفشناس هیچگاه نمیگوید که فلان همسایه دشمن توست، یا زنت دارد به تو خیانت میکند، یا شوهرت در نظر دارد که بر سر تو هوو بیاورد و از این گونه چرندبافی‌های عوام فریبانه و شیادانه که مخصوص کار کسبین‌ها و رمال‌ها و طالبین‌ها است. ما در این کتاب از خطها و نقش‌ها و برجستگی‌های کف دست انسان به طور دقیق و واقع گرایانه سخن می‌گوییم. خط و نقش‌های کف دست یک فرد دارای معناهایی است. پاره‌ای از این خطوط خبر از کژی و کاستی و ضعف می‌دهند و پاره‌ای از خطوط خبر از تندرستی و پیشرفت و بهروزی می‌دهند. با شناختن این ضعف‌ها یا قوت‌ها شما می‌توانید نقاط منفی و ضعف را از وجود خود دور کنید و برعکس نقاط مثبت و قوت را در خود پرورش دهید تا به زندگی بهتر و سالمتری دست یابید انشاءالله. خب دیگه از اینجا شکل‌ها شروع میشه و در مورد هر کدوم از انگشت‌ها و خطوط روی انگشت‌ها و خطوط روی دست‌ها صحبت میکنه. اینجا دیگه چیز زیادی نیست که من برای شما بخونم. عکس هستش که حتما بعد این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. تیکه آخر این که پیش از آن که به بررسی یکایک خطها و نقش‌ها و برجستگی‌های کف دست بپردازیم، باید نکته‌ای لازم را یادآور شویم. هر خط یا برجستگی یا نقش رساننده یک صفت و حالت جسمی یا روانی در فرد انسانی است. برای نمونه بودن نقش یک ستاره در زیر انگشت نشانه یک فرد از رویداد شوم و ناگواری در زندگی آینده آن فرد خبر می‌دهد. ولی در کفشناسی با دیدن فقط همین ستاره نمیتوان بر بد و شوم بودن آینده کسی نظر قطعی داد، بلکه باید خطها و نقشها و برجستگی‌های دیگر کف دست فرد را نیز به طور دقیق دید و سنجید. مثلا اگر همان فردی که ستاره زیر انگشت نشانه خود داشت در ضمن در کف دست خود بر روی خط دانایی نشانه مثبت داشت، این نشانه نشان دهنده آن است که آن فرد میتواند از نیروی دانایی و چاره اندیشی خود سود جوید و راه آینده خود را هموار و مساعد کند و ستاره شوم را بی اثر نماید. یا اگر برای نمونه کسی در کف دست خود تپه هوسرانی برجسته‌ای داشت و در عین حال همو دارای نشانه ای از احتیاط و محافظه‌کاری در کف دست خود بود، بدون شک آن فرد با استفاده از شرط احتیاط و محافظه‌کاری خود بر توسن هوسرانیش میتواند لگام بزند و خود را از زیاده روی و خطر احتمالی برهاند. از این یادآوری و نمونه آوردن میخواهیم نتیجه بگیریم که بر کف دست هر فرد نشانه‌هایی از ضعف و قوت، بد و خوب هست. این بد و خوب‌ها در کنش و واکنش‌های زندگی آن فرد بر هم اثر می‌گذارند و از این برخوردها روی هم رفته یک زندگی نسبتاً متعادل و معقول پدید می‌آید. بیشتر افراد جامعه بشری در کف دست خود هم نشانه‌های خوب دارند و هم نشانه‌های بد. این نشانه‌ها را باید با هم سنجید و بررسی کرد و آنگاه میانگین آن را گرفت و بر پایه آن نظر داد. مثلا اگر کسی در کف دست خود دارای نشانه‌های شوم و بد بسیاری باشد ولی نشانه‌های خوب او اندک و کم باشد، چون این فردی زندگیش را اندازه‌ای با سختی و رنج همراه خواهد بود. برعکس اگر کسی نشانه‌های خوب بر کف دستش بسیار ولی نشانه‌های بد کم باشد، او دارای زندگانی خوشبخت و آسوده خواهد بود. کسی هم که نشانه‌های بد و خوب کف دستش کمابیش برابر و نزدیک به هم باشد، دارای زندگی متعادل و نسبتاً خوبی خواهد بود. از این رو بیشتر مردم در جامعه بشری زندگی
نسبتاً متعادل و قابل تحملی دارند، زیرا نشانه‌های بد و خوب کف دست بیشتر مردم معمولاً برابر یا کمابیش مساوی است و همین باعث متعادل شدن زندگی آنان می شود. افرادی که دارای نشانه‌های شوم و بد بسیار بر کف دست خود باشند اندک و کمند. بنابراین باید در زندگی توکل به خدای بزرگ کرد و دلیرانه در راه زندگی گام برداشت و از دشواری‌ها و ناگواری‌ها نترسید. اگر کسی شرط عقل و احتیاط و دوراندیشی را در زندگی خودش مراعات کند، هیچگاه بازنده و شکست خورده نخواهد شد. کفشناسی تنها این خوبی را دارد که نشانه‌های بد و ناگوار را می‌بینند و فرد را نسبت به آن هشدار می‌دهند تا آن فرد بتواند با تلاش و احتیاط و دوراندیشی در رفع آن نقطه‌های بد و ضعیف خود بکوشد و آینده خود را بهتر و روشن‌تر نماید. خب دیگه من مطالعه این کتاب رو به خودتون واگذار می‌کنم. امیدوارم که دوست داشته باشید که نشانه‌هایی رو که خداوند بر روی چهره و صورت شما و کف دست شما قرار داده حتما کشف کنید و خودتون رو بهتر بشناسید و لذت ببرید از اینکه خداوند متعال چه نقاشی زیبایی رو به نام انسان خلق کرده. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار شما.